الله شهر نابود شد. جبرئیل آمد مقام خودش ایستاد برای حسابات دادن. گفت پروردگارا کار انجام شد، لیکن از تو یه سوال دارم. خدایا چی سیر بود که تو که کریم بودی، تو رحیمی، تو رحمان، خدایا چی چیز تو را به صبر کرد که دیگر غمی دوست نخوردی؟ اقلا دوست برای تو قدر منزلت پیدا نکرد، اقلا خاطر بینیش نکردی که او را نجات بدادی. سیر در کجا بود؟ پروردگار مهربان گفت جبرئیل تو ملائک مقرب درگاه هستی، ملائک وحی هستی، تو را من چنان نیرو و قدرت عظیم دادگی هستم، 600 قنات دادم، لیکن از بعض چیزا بیخبری آنه که من میدانم تو نمیدانی. میدانی که سبب کافر شدن این مردم اقام انمی شیخ بود؟ میدانی که این مردم به خدا شد؟ ایلی چی شد این به خدا؟ چرا زنا را حلال دانستن؟ چرا عرق حلال دانستن؟ یا میدونی ایلی چی بود؟ ایلی که این شیخ غار انتخاب کرد، عبادت تنهاگی کرد. باید شیخ من دارای علم کرده بودم، معرفت کرده بودم، دارای تمام علم و فن کرده بودم، خیلی آدمی معتبر بود. باید بین قوم میستاد که تا این ملت حرام خور نمیشد، تا این ملت گمراه نمیشد، تا این مردمی شر زنا نمیکرد. نعوذ بالله با مادر خودش زنا کرد، نعوذ بالله که با خواهر زنا کرد، پدر با دختر خود زنا کرد. میدونی مردم گمراه شدن. گمراهی مردم سبب یعنی شیخه، بنابراین برای من دوستیش در کار نیست. غمی مردم کی میخورد؟ همه سکوت اختیار کردن. کی مردم میکشه به طرف جنت میبرد؟ مردم گمراه شد. زمام زندگی مردم شیطان با هدای خود گرفتگی از دیگر. این مردم دویده طرف جهنم رفتادیان. دیگر هیچ پیش راه مردم نمیگیرد. باید و شاید همگی باید دعوت الله و خاطر خدا مردم دعوت بکنیم که ای مردم، خدا هست، پیغمبر است این دنیا، من و تو مقیم نیستیم در دنیا. در زندگی کورکورانه زندگی نکنید عزیزان. بیدار باشید. امروز فردا همگی میریم نزد رب. به این عملهای زشتی پوچی ناروا پیش پروردگار به کدام دیده و رو سر بلند میکنیم؟ من و شما را اگر خدا علم داده باشد، من و شما را اگر پروردگار فضل علمی داده باشد، هر کی گوینده ای کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله اگرش فرض و واجب است که برادرش دعوت بکند. لیکن چرا همگی خاموش هستیم؟ دیگر در کوچه میبینیم مصیبت، در کوچه میبینیم جنایت، گناه، معصیت، آشکار گناه رفته ایستاده است. جرأت و قدرت نمیکنیم بگیم بچه جان حرام نکنی کاره. بند و نشه میزنن مردم، گرویی میکشه مردم، بی ستری و بی حیاگی، فاحشگی و زنا به اندازه اوج گرفت که هیچ کس قدرت نداره بگه بچه‌م برادر عزیزم تو مسلمان هستی. به خاطر خدا اگر ما یک برادری جنایتکار ما نصرت کنیم انشاءالله که هیچ کس ما را چی نمیگد. نخواد که اگر یک کس نصیحت کنی جنایت باشد. جنایت نیست برادران عزیز. اگر بینی و نابینا و چاه هست، اگر خاموش بنشینی گناه هست. گناه جنایت این است که نگفتی، او همون جنایت انجام داد. خدا را در غضب آوردیم، خدا بلا را بالامون فرستاد. ما تنها نگوییم که جنایت و گناه و معصیت فقط این کافرای عالم کردن، زنا کردن، معصیت کردن، خدا بلا را بالای آورد. من و تو که مسلمان هستیم هزارها جنایت داریم. هزارها مسلمان بی نماز میبینی، هزارها دختری بی ستر و بی حیا و شرمنده را میبینی. مگر اینو مسلمانن یا کافر؟ اینو مسلمانن، دعوای مسلمانی دارن، لیکن بی پروایانه زندگی دارن، تکبرانه و مغرورانه. همون تکبری که شیطان کرد که از درون جنت رانده شد، همون تکبر در فرزندای آدم است. بله این امین است ما که این بدبخت در ازل قسم یاد کرد فبعزتک و جلالک، قسم به عظمتی بزرگی خدایا تا زمان نسل انسان در دنیا هست نمیگذارمش که ترا عبادت کند. این دشمنی قسم خورده است که امروز فرزندای من و شما در این عصر آزاد، در این عصری که الحمدلله همگی مسلمان هستیم، صدای همه علما بلند است، دیگر مردم خدا را اطاعت نمیکنند، دیگر مردم پایبند احکام خدا نیست. حرام بلاک، یگان شک و شبهه حرام استفاده برسادیان، اکو شبهه و دیگر یک چیزای مکروش استفاده حرام استفاده برسادیان.
واشکرولی ولا تکفرون، شکر نعمت کنید کفر نعمت نکنید. در هر نعمت حلال خدا برکت است اگر کم هم باشد، لیکن نعمت خدا اگر بسیار هم که باشد حرام باشد، در حرام برکت نیست. برادران عزیز، مادر گذاشتن، مادر عزیز، مادری که وصف او را اگر هر چند بکنیم زبان ملال حیران میماند. او مادر تنها عبیدالله و محفظ الله و عمرالدین نبود، او مادر همگی من شما بود. هممون طالب علم ها و ملا بچه ها از این مادر نام خوردگیم. مادری بود که واقعا مدرسه اساسی، مدرسه قرآنی، مدرسه ایمانی، مدرسه تقوی مادر بود. مادری بود که خدر ملا بچه را، این خدر طالب علم نام دادن و آو دادن و خدمت و خادم بودن برای طالب علم کاری هر کس نیست. برادران عزیز، امید دارم که مادر نمرده است، بلک احیا ولکن لا تشعرون. این همون مادر است که در راه خدا رفتن، در راه خدا شهید شدن، در راه خدا قدم زدن، گام برداشتن. و از این سفری که مادری بزرگوار کرد، امید دارم که در این ماه محرم الحرام این مادر از این سفر ناراضی نیست، دلو پیش رب و پروردگارش رفت. همون خدایی که شب و روز عبادتش میکرد و او را تسبیح و تحلیل و تکبیر میگفت، پیش او رفت، آغوش ربش رفت، به مقصد اصلیش رسید. لیکن در نظر من و شما مرد، ظاهرا مرد لیکن باطن نمرد است، زنده است، بل احیا. مادر عجب نعمت است برادران عزیز که پیامبر صلی الله علیه و سلم مادر مدرسه گفته است. آره، حق بر جانب رسول صلی الله علیه و سلم است که واقعا مادر مدرسه است. پدر صبحیدن به خاطر رزق و روزی فرزنداش سحر میشه و میبره، بگه با وقت به خانه میبره، فرزندا خوابن، 24 ساعت کودک در آغوش مادر است. بنابراین اصحاب نزد رسول صلی الله علیه و سلم آمدن، گفتن یا رسول الله، برای من کی است عزیزتر از همه در دنیا که من او را قطعش خلق زیبا کنم و قطعش رفتار خوب کنم؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن امک، عزیزی من. گفت مادرت. گفت بعد مادر کی است؟ گفت که مادرت. گفت بعد مادر کی است؟ گفت مادرت. چهارم دفعه گفت پدر تا حرمت کن. حقوق مادر بسیار بلند است، قدر مادرها را بدانه. یک جوانی که میبینی که امروز 20-25 سالش در این اصلی من تو زندگی میکنیم، بسیار اصل تمرد، بسیار اصلی فساد است. امروز دیگر نه بچه اطاعت پدر و مادر میکنه، نه دختر اطاعت پدر و مادر میکنه. مادرای بیچاره، پدرهای بیچاره در خانه ها با مانند کنیز و غلام شدگان. فرزند ناخلف میبینی که به طرف مادر چشم علا میکند. فرزند ناخلف میبینی دختر یا پسر طرف مادر صدای بلند میکند، با مادر دست به گریبان میشد، نعوذ بالله، با مادر هیاهوی میکند. در حالتی که قرآن عظیم الشان بیان میکند استعیذ بالله و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. الله جل جلاله دستور قطعی میدهد، فرمان از جانب رئیس ناحیه و رئیس محله و رئیس شهر و قشلاق نیست. این فرمان از جانب کل رئیس های عالم، پادشاهان عالم، فوق آسمان ها، از بلندی عرش الهی این فرمان به سوی من و تو آمده. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. الله دستور میدهد که من که رب شما هستم، پروردگار عالمیان، به شما ای مردمی کره زمین دستور میدم من عبادت کنید. الله جل جلاله را عبادت کنید که من بالاتر گفتم که لایق عبادت الله است. الله میگه مرا عبادت کنید و به پدر و مادرتان نیکویی کنید، خلق نیکو داشته باشید. حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه روز محضر رسول صلی الله علیه وسلم آمد، در حالتی که پیامبر او را فریاد زد او دیرتر کرد. وقتی نزد حضرت رسول صلی الله علیه وسلم آمد، پیامبر صلی الله علیه وسلم پرسید که عبدالله چرا که ما تو را فریاد کشیدیم تو دیرتر آمدی؟ گفت یا رسول الله الان در جنت بودم. گفت چی خیل؟ گفت الان کفای پای مادرم در بغلم بود و به این ریشهای مبارکم گفت کفای پاشم میمالیدم.
همین حالت بود که اشک از چشم مبارک رسول الله صلی الله علیه وسلم سرازیر شد. عبدالله ابن عمر گفت که یا رسول الله مگر گپی ناجا زدم که شما ناراحت شده باشه؟ گفت نه، من از این گپی تو ناراحت نشدم عبدالله جان، بلکه آرزو کردم که کاش که مادر محمد صلی الله علیه وسلم هم میشد و منم کفای پاشم میگرفتم بر شام میمالیدم. بدون علتش چی است؟ در رشاد جواهرات میبینم، در رشاد دردانه ها میبینم. این دردانه های جنت است، انمون خاکی کفی پای مادرت است. حسن بصری رضی الله تعالی عنه عادت داشتن که حضرت خیلی اولیای کلان هم در عصر خودشان شاه اولیا بودن. عادتشان همین بود که وقتی درس مریدا تمام میشد، ذکر و تسبیح و تحلیل و تکبیرشان تمام میشد، می آمدن نزد مادر، شب یک لحظه میشیشتن، مادر خدمت میکردن، دستای مادر رو میبوسیدن، پاهای مادر رو برای شش هر شب مالیش میکرد. حضرت حسن بصری رضی الله عنه مادر خواب میکرد، سانی بعد میرفت پیش زن و فرزنداش، مادر دعاش میداد، میگو بچه‌م کرا نزد زن و فرزندکات خواب کن. هر شب عملش همین بود. هر شب از شبها نزد حسن بصری مهمان آمد، حضرت با مهمان آواره شدن. مهمان زیاد بود، مثل اکمانکه عباد الله، خانه پوری مهمان شد، دیگر نزد مادر رفتن نتونید. هرچند حرکت کرد که مادر خواب نکرده برم یا بر مادر دیدار شد ببینم، نشد. دیگر مهمان زیاد بود، در خدمت مهمانا بودن، با همین شب دراز شد، مادر خواب کردن. مهمانا را گسیل کرد. حسن بصری رضی الله عنه دویده آمد حجره مادر داره، یعنی مکه نگاه کرد که الکی مادر خوابیدن. دیگر ناراحت نکرد، مادر را بیدار نکرد، آستقای پایین پاش آمد چیشتو، همون لب کرپاش را بالا کرد، خم کرد، بریشاش همون کفای پای مادرش یادو بارم که لمس کرد. مادر بیدار نشده، همگه لمس کرده او که ترک عادت نشوه گفت، پوشانده زد رفت. مادرش بیدار نشده بود، خبرم نداشت. رفتن خواب کردن، سحر خیستن بامداد، بعد نماز بامداد عادتشون همین بود که امریدا میپرسید همیشه کدامت خواب دیده. این عادت رسول صلی الله علیه و سلم بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم هر صبح بعد بامداد از صحابه میپرسید که امشب کدامت چی خواب دیدگی؟ صحابه هر خواب میدیدن میگفتن رسول صلی الله تعبیرشان میکردن. حسن بصری هم مریدا رو طرف مریدا آوردن، گفتن که بزرگ همیشه کدامت چی خواب دیدگی؟ هر کس هرچی، یکی از شاگردای عزیز و مقربشان گفتن پیری بزرگوار منم همیشه یک خواب عجیب دیدم. گفتن چی خواب؟ گفت خواب دیدم که در همین ریشه شما، گفت همین ملائکه فرامد و برآمد داشتن، اینش میفرامد اینش میبرآمد، خیلی انبوی زیاد این ملائکه ها رو میدیدم که نورانی در ریشاتم بازی میکردن. خرسندشون از دور تماشا کردم و خیلی خرسندی کردم که پیری ما قدر انشاءالله عزیز و مکرم در پیشگاه خدا هستند که ریشاشون قدر منزلت دارد. حضرت ایستادن، خیلی توجه کردن و سوی مرید گفتن که آره من این شب کمتر کارم خلاف کار شد. هر شب من با مادرم میرفتم